سلام دوستان، لطفا کانال ما رو دنبال کنید و از ما حمایت کنید. خب امروز یه سایتی رو بهتون معرفی میکنم که میتونید با اون نه تنها بیت کوین بلکه چند نوع ارز دیگه هم به دست بیارید. خب باید اینجا ایمیلتون رو وارد کنید و بعد از وارد کردن ایمیلتون این دکمه رو بزنید. خب در اینجا هم یه یوزرنیم و ایمیل و پسورد و تکرار پسورد رو بزنید و این دکمه رو بزنید و وارد سایت شید. ممکنه یک ایمیل تاییدی هم براتون بیاد و پسوردی هم که میدید باید شامل حروف و اعداد بزرگ و کوچیک هم باشه. خب من قبلا ثبت نام کردم، شما هم بهتره یه بار ثبت نام کنید چون ممکنه حسابتون بسته شه. خب بعد از ورود شما در این قسمت صفحه داشبوردتون رو میبینید که در صفحه هومش شما میتونید ببینید که لول چندید و چند درصد پیش رفتید. از این بالا هم یک نوار هست که به صورت لحظه‌ای بهتون گزارش میده که لول چند هستید و چند درصد به امتیازاتون اضافه میشه. و برای اینکه بدونید که برداشتش به صورت چه صورتی هست، میتونید ارزهای مختلفی رو از این سایت به دست بیارید، نه تنها بیت کوین بلکه بیت کوین کش، اسوی، داش، دیجی بایت، داج، اتریوم و لایت و ارزهای دیگه. اما برای شروع و به چه صورته؟ اول از همه شما باید وارد کسب کوین یا امتیاز بشید که در این قسمت بالانس یا مقدار سکه هاتون رو نشون میده که برای افزایش موجودی سکه هاتون شما باید وارد شورت لینک شید که لینک های کوتاه هست که برای نمونه من این شورت لینک رو کلیک میکنم. و یک نکته خیلی خوبی که این سایت داره اینه که نیازی نیست که کپچا شما حل کنید و فقط تایمری بهتون داده میشه که بعد از تمام شدن این تایمر شما رو دکمهش کلیک کنید و دو تا کپچا دیگه براتون میاد یا دو تا شمارش دیگه و بعد از تمام شدن اون امتیاز بهتون میده. بعضی قسمت ها هم ممکنه براتون شمارش نیاد یا شمارش معکوس براتون نیاد که بهتره شما چند ثانیه‌ای داخل همین سایت بمونید که به عنوان تقلب یا امتیاز امتیاز رد شه، چون وقتی سریع رد شید دیگه براتون امتیازی قبول نمی کنم. خب همونجوری که میبینید امتیاز رو به صورت سبز رنگ بهمون داده شد و به قسمت بالانسمون اضافه میشه. خب بعد از اینکه شما کامل میکنید هر قسمت رو، هر صورت رو که حل میکنید، یک اکچیومنتی براتون میاد. این اکچیومنت ها بهتون XP میدن که با این XP ها میتونید لولتون رو بالاتر ببرید و بونوس یا درصد امتیازتون بیشتر میشه که با کلیک کردن رو کلایم بهتون این XP رو میده و با پر شدن این خط شما وارد مرحله بعد میشید. و قسمت دیگه که میتونید سکه جمع کنید این قسمت هستش که با دیدن تبلیغات هستش. اینجا هم شما نیازی نیست کپچا حل کنید، فقط روی این
دکمه بنفش کلیک کنید. بعد از کلیک کردن یک شمارش براتون میاد و شما باید از این سایتی که بهتون میگه بازدید کنید و این قسمت بالا با تمام شدن این شمارش شما وارد سایت اصلی میشید. و باز هم میگم که نیازی نیست کپچا حل کنید و یکی از امتیازات خیلی خوبشه. خب بعد از تمام شدن بازدید از اون سایت ما ممکنه دوباره وارد یک سایت دیگه یا همون سایتی که بازدید کردیم شیم که باید به سایت اصلیمون برگردیم. خب حالا چطوری از این سکه هامون استفاده کنیم؟ خب در قسمت ویدرو شما که وقتی وارد شید اینجا که قسمت اول ویدیو بهتون نشون دادم میتونید ارزها رو برداشت کنید. اما چطور؟ اینجا بهتون میگه که کدوم ارز رو میتونید برداشت کنید و کدوم رو نه. قسمت هایی رو که به صورت قرمز رنگ هستن خب طبیعتا نمیتونید برداشت کنید چون یه جورایی موجودیشون خالی شده و سایت دیگه نمیتونه پرداخت کنه و ممکنه تا چند ساعت دیگه دوباره بتونه بهتون پرداخت کنه. پس روی این قسمت های سبز رنگ میتونید شما برداشت داشته باشید. خب از این قسمت شما مثلا داج میخواید برداشت داشته باشید، روی این قسمت ویدیو رو کلیک کنید. خب ما وقتی وارد این صفحه میشیم بهتون میگه که برداشت به چه صورتی باشه. برداشت مستقیمه. بعد از این قسمت آدرس کیف پولتون رو وارد کنید که ویدیوهای قبلی یک کیف پول بیانسه معرفی کردم بهتون برای شروع ارزهای دیجیتال، اون رو مشاهده کنید حتما. و مقداری رو که میخواید برداشت کنید کمترین مقدارش گفته که 4 تاست. از کل موجودی هاتون 4 تا میتونید کمترین مقدار رو برداشت کنید که اگه بخواین همش رو برداشت کنید میتونید همش هم برداشت کنید. اینجا مقداری که میخواید برداشت کنید از سکه هاتون در واقع کم میشه که اینجا نوشته شده 2800 و ما موجوده سکه همون 2800 که 20 تا داج به همون میده و مقداری زمانی که طول میکشه به آدرس کیف پولمون واریز بشه همین قسمت نوشته شده. بعد از تمام کردن این قسمت یه کپچا داره که این کپچا هم به ترتیب مثل این اعداد از این سمت باید حل کنید که چند باری ممکن اشتباه کنید ولی راحته که باید مثل همین اعداد باشه. الان از این قسمت سمت چپ چپ رو باید شروع کنید حل کردن. اول روی این دکمه، بعد شبیه این کلمه باشه، بعد شبیه این و بعد از حل کردن شما این دکمه بنفش رو کلیک کنید و براتون برداشت انجام میشه. خب موفق و مؤید باشید تا ویدیوی دیگه. خداحافظ. البته برداشتاتون هم باید به هر کیف پولی که این قسمت بهتون میگه واریز کنید. اینجا گفته دایرکت یعنی مستقیم به کیف پول، پس این مورد هم توجه کنید.